اگه فکر کنید از دولت میخواید بگیرید، بشینید تو نوبت، بچه هاتون بزرگ میشند و بی سواد بار میاند و هیچ کاری نمیشه کرد. اگه فکر میکنید با این روند میتونید، به انتظار بشینید. فرض کنید اصلا ما نیستیم، بچه‌تون رو میخواید درست آموزش بدید. آقا یکی جلو این بگیره. یا نمیفهمه چی دار میگه و چی کار میکنه، یا اگر میدونه و میفهمه قصد آتش دادن تو مملکت داره. میگه از دولت انتظار حمایت از آموزش نداشته باشن. میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه برای ما اهمیت نداره نسل آینده ایران سواد داشته باشن یا نداشته باشن. یعنی آهای پدر مادرایی که توی اوضاع بد اقتصادی شکم بچه‌تون به زور سیر میکنن، نفرستن مدرسه. یعنی آهای معلم با کمترین حقوق و درآمد، با نداشتن انگیزه، با نداشتن امنیت شغلی نسل آینده بسازن. یعنی ثروتمندا با سوادتر، فقرا